دیگر از عینک استفاده نکن، زیرا تو درمان را داری. اگر در حال نابینا شدن هستی، با این دمنوش دوباره به طور کامل بینایی خود را به دست خواهی آورد. با این ماده می توانی با نابینایی، مراقبت از شبکیه چشم، تاری دید، سرگیجه های دوره‌ای، خستگی چشم، اشک ریزش و سردرد مبارزه کنی. مادر بزرگ من که 68 سال دارد از این میوه در تمام دستورهای غذایی خود استفاده می کند و به همین دلیل از بینایی خوبی برخوردار است. این میوه‌ای که اکنون قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم به طور کامل به سیستم بینایی بدن ما کمک می کند. فقط این ویدیو را با دقت تماشا کن تا ببینی چگونه تهیه می شود. حاوی آنتی اکسیدان هایی است که به جلوگیری از سلول های سرطانی در بدن ما کمک می کند و به تکثیر سلول های خوب کمک می کند. به من بگو این میوه شگفت‌انگیز را با چه نام‌هایی می شناسی که در آن استفاده می شود؟